تبعیض جنسیتی در افغانستان چگونه است؟ آپارتاید جنسیتی در افغانستان یکی از شدیدترین اشکال تبعیض نهادی نشده علیه زنان و دختران در تاریخ معاصر است. تحت رژیم طالبان، زنان افغان با محدودیت‌های شدید در حقوق و آزادی‌های خود مواجه هستند که عملاً آنها را از مشارکت در زندگی عمومی جدا می‌سازد و از حقوق اولیه انسانی محروم می‌کند. اصطلاح آپارتاید جنسیتی برای توصیف این طرز ستم سیستماتیک استفاده می‌شود، جایی که سیستم حقوقی و اجتماعی تبعیض شدید مبتنی بر جنسیت را اعمال می‌کند و واقعیتی را ایجاد می‌کند که در آن زنان و دختران به عنوان شهروندان درجه دوم رفتار می‌شوند. زمینه تاریخی مفهوم آپارتاید جنسیتی در افغانستان ریشه های عمیقی دارد، اما به ویژه تحت حکومت اول طالبان از سال 1996 تا 2001 نمایان شد. اشتغال و زندگی عمومی زنان از حضور در مدارس، کار در خارج از خانه یا سفر بدون سرپرستی مرد منع شدند. نقض این قوانین با مجازات‌های وحشیانه از جمله ضرب و شتم در محله عام و اعدام مواجه می‌شد. نسخه حکومت طالبان به شدت بر کنترل و سرکوب متکی بود و زنان بار بار این سیاست‌ها را متحمل می‌شدند. پس از سقوط طالبان در سال 2001 پیشرفت‌های قابل توجهی در حقوق زنان در افغانستان رخ داد. دولت جدید با حمایت سازمان‌های بین المللی قوانین و سیاست‌هایی را برای ارتقا برابری جنسیتی اجرا کرد. زنان شروع به بازگشت به مدارس و دانشگاه‌ها، ورود به نیروی کار و مشارکت در سیاست کردند. با این حال پیشرفت نابرابر بود و اغلب با مقاومت جناح‌های محافظه‌کار در جامعه افغانستان مواجه شد. علی‌رغم این چالش‌ها، دوره بین سالهای 2001 تا 2021 شاهد بیشترین پیشرفت‌ها در زمینه حقوق زنان در تاریخ مدرن افغانستان بود. در آگوست سال 2021 زمانی که طالبان پس از خروج نیروهای ایالات متحده و ناتو کنترل افغانستان را دوباره به دست گرفتند، وضعیت به طور چشمگیری تغییر کرد. علی‌رغم وعده‌های اولیه در مورد اعتدال و احترام به حقوق زنان در چارچوب اسلام، طالبان به سرعت تدابیر محدود کننده ای را که بازتاب سیاست‌های رژیم قبلی آنها بود دوباره اعمال کردند و کشور را با وضعیت آپارتاید جنسیتی بازگردانیدند. وضعیت فعلی طالبان از زمانی بازگشت به قدرت سیاست‌هایی را اجرا کرده اند که حقوق زنان و دختران را به شدت محدود می‌کند. دختران از حضور در مدارس متوسطه و دانشگاه‌ها منع می‌شوند و در واقع میلیون‌ها نفر را از تحصیل محروم می‌کنند. زنان از اکثر اشکال کار از جمله مناصب دولتی منع شده‌اند و اجازه ندارند در سازمان‌های بین المللی یا سازمان‌های غیر دولتی کار کنند، مگر اینکه بخش‌هایی باشند که طالبان آنها را مناسب می‌دانند، مانند مراقبت‌های صحی. فضاهای عمومی نیز برای زنان به شدت محدود شده است. آنها موظفند خود را به طور کامل در محله عام بپوشانند و آزادی حرکت آنها به شدت محدود شده است، به طوری که بسیاری از آنها اجازه ندارند خانه‌های خود را بدون داشتن خویشاوند مرد ترک کنند. مشارکت زنان در زندگی سیاسی و اجتماعی در حکومت طالبان عملاً وجود ندارد. وزارت امور زنان منحل شده است و هیچ زن در پست‌های رهبری در دولت فعلی وجود ندارد. این محدودیت‌ها فضایی را ایجاد کرده است که زنان و دختران از حقوق و آزادی‌های اولیه انسانی خود محروم می‌شوند. این وضعیت نه تنها نقض حقوق آنهاست، بلکه نوع خشونت مبتنی بر جنسیت سیستماتیک است که با حاشیه راندن و طرد آنها از تمام جنبه‌های جامعه افغانستان را تداوم می‌بخشد.
تأثیر اجتماعی و اقتصادی. تأثیر آپارتاید جنسیتی در افغانستان عمیق و گسترده است. از نظر اجتماعی، محرومیت زنان و دختران از تحصیل و زندگی عمومی توسعه کشور را به شدت تضعیف می کند. آموزش یک عامل حیاتی در کاهش فقر و ترویج توسعه پایدار است و محرومیت دختران از حق تحصیل پیامدهای منفی دراز مدت برای جامعه افغانستان دارد. بدون دسترسی به آموزش، میلیون ها دختر افغان از فرصت‌های بهبودی زندگی، مشارکت در اقتصاد و کمک به جامعه خود محروم هستند. مشارکت زنان در نیروی کار برای رشد اقتصادی حیاتی است و محرومیت آنها وضعیت افغانستان را تشدید کرده است. بر اساس برنامه انکشافی سازمان افغانستان ممکن است سالانه UNDP ملل متحد 1 میلیارد دلار را به دلیل محدودیت‌های جنسیتی از دست بدهد. این کشور در حال حاضر یکی از بدترین بحران‌های بشردوستانه جهان را تجربه می‌کند و میلیون‌ها نفر با ناامنی شدید غذایی موجود هستند. و سیاست‌های آپارتاید جنسیتی تنها با کاهش بهره‌وری و پتانسیل نیمه از اجتماع این وضعیت را بدتر می‌کند. تأثیر روانی و عاطفی. سیاست‌های آپارتاید جنسیتی طالبان نیز تأثیر روانی و عاطفی عمیقی بر زنان و دختران افغان دارد. ترس، آزار و آب دائمی که آنها با آن روبرو هستند، محیطی از اضطراب، افسردگی و ضربه را ایجاد کرده است. بسیاری از زنان، به ویژه دختران جوانی که امید به ادامه تحصیل یا اشتغال داشتند، احساس یأس و ناامیدی می کنند. محدودیت‌های آزادی آنها همراه با نامشخص بودن آینده آنها منجر به یک بحران سلامت روانی شده است که در میان تلاش‌های بشردوستانه گسترده تر پیش روی افغانستان اغلب نادیده گرفته می شود.